خب بچه سوال امتحان نهایی باز میگه در شکل روبرو یا شکل زیر یه وزنه دارم، وزنه 20 نیوتونه به یه فنره که طول اولیش اول 12 سانتی متر بوده. وقتی وزنه رو آویزون کردی بچه افزایش طول داشتیم، طولش شده 16 سانتی متر، یعنی x1 من این بوده، x2 من شده این. ثابت فنرتون چند نیوتن بر متر کار رو ازتون میخواد. خب این فنر من چه نیرویی به فنر وارد میشه؟ یه نیروی وزن یا ام جی به سمت پایین وارد میشه، یه نیروی اف ای فنر که میخواد اون رو به حالت تعادل برگردونه، به سمت مرکز فنر میره حرکت میکنه، یه اف ای به سمت بالا، یه دبلیو به سمت پایین. خب حالا من اگه قوانین نیوتن رو براش بنویسم، اف ای برابر میشه با چی؟ دبلیو. خب اف ای دبلیو که همون وزن سر جاش. خب اف ای چیه؟ اف ای برابر میشه با کا دلتا ایکس دیگه. خب دلتا ایکس تون چیه بچه؟ نیروی فنر اف ای برابر بود با کا ایکس دیگه. خب حالا من ایکس هم تغییر داشته دیگه، به خاطر این نوشتمش چی؟ دلتا ایکس. چرا؟ کا شده به جای دلتا ایکس میذارم ایکس 2 منهای ایکس 1 برابر با دبلیو 2، یعنی اول 12 سانتی متر بوده، بعد به چند رسیده؟ 16 سانتی متر. چی رو از شما میخواد؟ کا رو میخواد. کا برابر میشه با ایکس 2 منهای ایکس 1. کا ببخشید ضرب در ایکس 2 منهای ایکس 1 برابر با دبلیو. دبلیو رو خودش بده 20 نیوتن. کا رو ازت میخواد. اینا هم تبدیل واحد کنید. 12 سانتی متر، اینم 16 سانتی متر. تبدیلش کنم این میشه 16 صدم متر، میشه 12 صدم متر. کا پرانتز 16 صدم متر منهای 12 صدم متر برابر میشه با چی بچه‌ها؟ 20 نیوتن. اگه حساب کتاب کنید کاتون برابر میشه با چند؟ 500 نیوتن بر متر. خیلی راحت میتونید این حالا ثابت فنرتون رو به دست بیارید. واحدش هم چیه بچه‌ها؟ نیوتن تقسیم بر متر.